اگه شما هم تنبلی تخمدان داری و میخواستی که با اصلاح سبک بدون دارو بیماریت رو درمان بکنی ولی موفق نشدی، تازه شاید بعضی از علائمت هم بدتر شده، شاید مشکل از بدن تو نیست و هم داری مثل خیلی از خانم ها و حتی مراجعه کننده های خود من مسیر رو اشتباه میری و شاید داری یکی از این 3 تا اشتباه رو انجام میدی که من میخوام توی این ویدیو این 3 تا اشتباه رایج رو که بر اساس علم و تجربه درمانیم هست رو بهتون یاد بدم که مسیرتون رو زودتر اصلاح بکنید و نتیجه بهتری از اصلاح سبک زندگیتون بگیرید. سلام، من سهیل شریفیانم، کارشناس مامایی و درمانگر تخصصی تنبلی تخمدان به کمک روش‌های غیر دارویی مثل اصلاح سبک زندگی و اورگانوتراپی. بیش از 3 ساله که دارم به خانم‌هایی که مبتلا به PCOS بودن یا هم تنبلی تخمدان کمک میکنم که با اصلاح سبک زندگیشون و آموزش‌های صحیح بتونن عوارض و علائم این بیماری رو کاهش بدن و کمک بکنن به بهبود سلامتی و افزایش کیفیت زندگیشون. توی پیج اینستاگرامم تو قسمت هایلایت میتونید که نتایج واقعی این افراد رو ببینید که چطور تونستن با راهنمایی و مسیر اصولی علائمشون رو بهبود بدن. حتی بعضی از این افراد که در حال اقدام به بارداری بودن، سالها داشتن دارو میخوردن، روش‌های کمک باروری استفاده کردن، تونستن که بدون دارو و فقط با اصلاح سبک زندگیشون با مسیر اصولی بارداری طبیعی رو تجربه بکنن. پس اگر تنبلی تخمدان داری و میخوای که اصولی درمان بشی، با من همراه باش که این 3 تا اشتباه رایج رو بهت بگم تا اگر که دچارش هستی و داری انجامشون میدی اصلاحش بکنی تا نتیجه بهتری بگیری. اشتباه اول که خیلی شایع و حتی برخی از مراجعه کننده‌های خودم هم دچارش بودن و وقتی باهاشون گفتگو میکنم متوجه میشم که اوضاع واقعا خیلی خرابه، اینه که دچار احساس گناه میشن و زمان به خودشون نمیدن. یعنی چی؟ وقتی که فرد اصلاح سبکش رو شروع میکنه و میخواد به کمک حالا روش‌های غیر دارویی علائم بیماریش رو درمان بکنه، زمان به خودش نمیده و فکر میکنه که از همون ابتدای مسیر باید تمام عادت‌ها و روتین‌ها رو درست انجام بده و انتظار خیلی زیادی از خودش داره. این باعث میشه که مشکلات عوارض خودش هست، الان تازه یه عذاب وجدان و احساس گناه هم بهش اضافه میشه. خود همین سطح استرس و سطح فکر کردنش رو میبره بالا، مدام درگیرش هست، مدام احساس عذاب وجدان داره. مثلا ما توی برنامهش گفتیم که نمیدونم فلان سالاد رو بخوری، نمیدونم فلان روتین رو داشته باشی و نمیتونه، بعضی موقع‌ها شرایطش نیست، نتونسته انجامش بده، این دچار عذاب وجدان میشه، همش فکرش درگیر هست. یا مثلا رفته یه مهمونی یه شیرینی خورده، همش فکرش درگیره اینه که وای من شیرینی خوردم، رژیممو شکوندم و این احساس گناهه کارش رو خراب میکنه. حواستون باشه اصلاح سبک زندگی وقتی ما میگیم و وقتی که قرار شما با روش غیر دارویی بیماریتون رو درمان بکنید، قرار نیست که توی هم مثلا شما توی همون هفته‌های اول تمام علائمتون بهبود پیدا بکنه. حداقل ما میگیم شما باید 3 ماه تا 6 ماه زمان بدید. حتی گاهی برای افرادی که مجرد هستن یا قصد بارداری ندارن میگیم تا 1 سال حتی بیشتر به بدنتون زمان بدید. شاید شما سالها داشتید داروی هورمونی مصرف میکردید، سالها با عوارض این بیماری درگیر بودید، هم باید به خودتون فرصت بدید که به روال جدید زندگیتون عادت بکنید. بعد از حالا سالها که میخواین تغییرش بدید، هم بدنتون بهش عادت بکنه، متوجه بشه که شرایط داره تغییر میکنه و بتونه که بهتون یه پاسخ جدیدی بده. پس لطفاً اگر که اصلاح سبکتون رو شروع کردید عذاب وجدان نداشته باشید، تمام تلاشتون رو بکنید که اجرا بکنید. اما من همیشه میگم که قانون 80-20 رو رعایت بکنید. حتی میتونید این رو به صورت هفتگی اجرا بکنید، یعنی 80% مواد در هفته شما اون اصلاح سبکتون و روتینایی که دارین رو اجرا بکنید، 20% هم انعطاف داشته باشید. تقریبا میشه مثلا 5 روز در هفته. اون انعطافی هم که میگیم منظورم زیاده روی کردن نیست، ولی حداقل اگر یه شرایط براتون پیش اومد، سفر بودید، مهمونی بودید یا نتونستید بعضی از روتین ها رو رعایت بکنید، دچار عذاب وجدان نشید. تلاشتون رو بکنید و سعی کنید استمرار داشته باشید.
استمرار معنیش این نیست که شما همیشه 100 باشید. گاهی موقع شاید 5 هستید، گاهی موقع 50، گاهی موقع 80، گاهی هم 100. استمرار یعنی اینکه همه اینا رو توی مسیر داشته باشید و ادامه بدید، نه اینکه اگر یه روزی 5 شدید کامل بذاریدش کنار. اشتباه دوم که نگم براتون، بعضی از شماها فکر میکنید که برای کاهش وزن باید که رژیم و ورزش‌های خیلی سخت و سنگینی داشته باشید. شروع میکنید فستینگ‌های طولانی داشتن، ورزش‌های پرفشار، هوازی و طولانی داشتن که اصلا زندگی رو زهر میکنید به دهن خودتون و این علاوه بر این که نتیجه‌ای برای شما نداره، تازه باعث میشه که یه فشار اضافی هم بهتون وارد بشه و چون خستگی براتون میاره نتیجه‌ای هم ندارید. هم مانع از این میشه که استمرار داشته باشید، هم این فشار استرس که بدنتون وارد میشه باعث میشه که التهاب توی بدن بیشتر بشه، حتی گاهی هورمون‌های مردانه افزایش پیدا میکنه و نتیجه کمتری بگیرید. مثلا بعضی از افراد میگن که ما کامل کربوهیدرات رو حذف کردیم یا شروع کردیم نمیدونم هر روز روزی 1 ساعت ورزش شدید بدنسازی دارم انجام میدم. خب وقتی توی این شرایط بدن رو قرار میدید، یهو فکر میکنه که قحطی شده یا یهو فکر میکنه جنگه و میره رو حالت بقا. توی این شرایط کورتیزول سطحش میره بالا، استرس زیاد میشه، التهاب زیاد میشه و شما نتیجه عکس میگیرید. پس نیازی به این کارا و نیازی به این من میگم مرتازبازی نیست، فقط نیازه که شما یک برنامه غذایی اصولی، الگوی غذایی منظم داشته باشید که من قبلا توی یک ویدیو کامل در موردش صحبت کردم و یک فعالیت ورزشی منظم و اصولی رو داشته باشید که حتما توی یک ویدیو جداگانه در موردش صحبت میکنم. فعلا تا اینجا بدونید که نیازی نیست ورزش‌های سنگین بدنسازی بکنید. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، اتفاقا ورزشی به دردتون میخوره که باعث بشه خونرسانی رحم و تخمدان‌ها بهتر بشه و استرس شما رو کمتر بکنه، مثل ورزش یوگا، پیاده‌روی آروم، رقصیدن، پیلاتس و خیلی ورزش‌های دیگه که من بهتون قول میدم توی یک ویدیو جداگانه در موردش صحبت بکنم و هر موقع ساختمش اینجا لینکشو میذارم. اشتباه سوم که اینم خیلی متاسفانه رایجه، اینه که خیلی از شماها تمام تمرکزتون رو میذارید روی تغذیه‌تون. یعنی مثلا من مراجعه دارم میگه که من 1 سال دارم اصلاح سب میکنم. میگم خب چی کار کردی؟ میگه که نمیدونم مثلا قندو حذف کردم، نمیدونم شاممو زود میخورم، صبحونه میخورم، حل هولمو کم کردم، سرخ کردنیمو حذف کردم. اینا خیلی خوبه ولی این فقط یه بخش اصلاح سبکه. چیزی که خیلی مهمه اینه که کاهش استرس داشته باشیم ما توی برنامه اصلاح سبکمون. یعنی اگر که ما داریم ورزش میکنیم، اگر داریم تغذیه‌مون رو تنظیم میکنیم، خوابمون رو تنظیم میکنیم یا حتی مکمل هایی که مصرف میکنیم، اینا همه در جهت کاهش استرسه. پس لطفاً حواستون به کاهش استرس باشه و روتین هایی که کمک میکنه سطح التهاب و استرس و تنش شما کم بشه رو بهش توجه بکنید و انجامش بدید. تمام تمرکزتون نره روی تغذیه میتونیم بگیم بخش خیلی مهمی از اصلاح سبکه، ولی شاید فقط 20% قضیه باشه. به بقیه درصدها و به بقیه بخش‌های اصلاح سبکتون علل خصوص استرس توجه بکنید. ما میگیم حتی اگر که شما یک مسئله عمیقی دارید که نیاز به مداخله هست، مثلا نمیدونم حالا یه ترومایی داشتید یا هر چیزی، حتما با روانشناس صحبت بکنید، حتی شده اگر در حد 3-4 جلسه، که کمکتون بکنه این مسئله براتون حل بشه و این ذهن رها بشه. تا زمانی که شما سطح استرستون خیلی بالا باشه، بقیه کارهایی هم که میکنی شاید نتیجه کمتری داشته باشه. و اینو یک بار دیگه میخوام بهتون تاکید بکنم، ما اگر کارهای دیگه هم داریم توی سبک زندگیمون انجام میدیم در جهت کاهش استرس و کاهش تنشه و همه اینها قراره که کمک بکنه به تنظیم هورمون. پس به تنهایی اگر که با هم دیگه پیوستگی نداشته باشن و طبق یک برنامه اصولی پیش نرید، شاید نتیجه زیادی ازش نگیرید.
من همیشه پیشنهادم اینه که اگر تازگی میخواید شروع بکنید مسیر درمان بدون دارو برای تنبلی تخمدان رو حتما با درمانگر شروع بکنید. درمانگری که مامای پزشک یا پزشک و اصلاح سبک رو بلده و زمان اینکه برای شما آموزش های اصلاح سبک رو بده داره. اگر که در این زمینه نیاز به راهنمایی داشتید یا حتی برای بررسی شرایط و شرح حالتون نیاز به ویزیت آنلاین داشتید، من توی دیسکریپشن شماره تلگراممو گذاشتم. از طریق تلگرام میتونید که پیام بدید و با من در ارتباط بشید. توی ویدیوی بعدی میخوام در مورد اینکه درمان بدون دارو تنبلی تخمدان رو دقیقاً از کجا شروع بکنیم و قدم اولمون چی باشه صحبت بکنیم. پس تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش. میبینمت.